چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. درود. امروز 28 مارس است و همراه میبینیم که در تاجیکستان و جهان چی میگذرد. سرخط موضوع برنامه. روسیه امروز ماتم دارد. اولین قربانی های آتش سوزی در مرکز تجارتی شهر کیمیرو به خاک سپرده شدند. زنی را که در ولایت ختلون به سر و روی فرزندانش آبی جوش آمده را ریخت به بیمارستان کسلی های روحی انتقال دادند. فرزند سیمی 6-7 ماه و تخمینا ناکشیده بود. بعدی که دوش خوندیم بعد همین کسل هوش داده بود. و بعد زهرآلودشوی جاسوس سابق روس بریتانیا به پاکسازی اولیگارخ‌های نزدیک به کرملین شروع کرد. نه به این افراد و نه به پولهای آنها در کشور ما جای نیست. در روسیه امروز به یاد قربانیان آتش سوزی در مرکز تجارتی شهر کیمیرو ماتم ملی اعلان شده است. در خود کیمیرو مراسم ویدو با هلاک شدگان جریان دارد. قرار است امروز چند قربانی این فوجیه را به خاک سپارند. در همین حال سبب سر زدن سوختار که روز یکشنبه 25 مارس اتفاق افتاد تا هنوز معلوم نیست. عبدالله شورف با جزئیات بیشتر. روز چهارشنبه در شهر کیمیرو نادژدا اگارکووا را همراه با دو نبیره‌اش کاستی 8 ساله و ماشی 9 ساله که در آتش سوزی مرکز تجارتی هلاک شدند به خاک سپاریدند. بی همراه نبیره‌هایش در یکی از تالارهای سینمایی زیمنیا ویشنیا فیلمی تصویری تماشا داشتند. زمان آتش سوزی آنها نتوانستند از تالار بیرون آیند و از دود دمگیر شدند. سرگئی اگارکوف و همسر او ناتالیا در یک آن واحد نزدیکان خود را از دست دادند. دهشت فاجعه در آن است که کودکان قربانی سوختار شدند. همه ما ماتم زده هستیم و نمی شود این اندوه بزرگ را با حرفها بیان کرد. روز چهارشنبه در سراسر روسیه ماتم ملی اعلان شد. در این روز جسد 15 قربانی را دفن می‌کنند. بنابر معلومات کمیته حالت‌های اضطراری تنها معلوم کردن هویت 27 نفر امکان پذیر شده است. طبق آمار رسمی در این آتش سوزی 64 تن به هلاکت رسیدند که بیش از 40 نفرشان کودکانند. روز 27 مارس در ده‌ها شهر روسیه به گرامی داشت خاطر قربانیان گردی همایی‌ها برگزار شد. از جمله در شهر مسکو 2 میتینگ تشکیل گردید. یکی را مقامات در نزد میدان منیژ برگزار کردند. اما در میدان پوشکین که گردی همایی ساکنان با گلگزاری شروع شد بعداً به اعتراضی ضد حکومتی مبدل گشت. با این گردی همایی مخالفین حکومت فعلی الکسی ناوالنی و گریگوری یولینسکی نیز آمدند، اما آنها سخنرانی نکردند و از صحبت با خبرنگاران نیز کنار جستند. دیروز هزارها شرکت‌دار گردی همایی در شهر کیمیرو با شعارهای ضد کورپسیونی خواستار حقیقت در مورد شماره دقیق قربانیان شدند. اعتراضگران در طلب خود استعفای امان تولیف و ملاقات با خود ولادیمیر پوتین را طلب کردند. پوتین یک هفته پیش از فاجعه در کیمیرو با 77% آرا به مهلت 6 سال دیگر دوره ریاست جمهوریش را تمدید نمود. فوجیه هلاکت ده‌ها کودکان در آتش سوزی شهر کیمیرو در حالی است که در ولایت ختلون پزشکان چند روز به این سو برای شفا یافتن 4 نابالغ تلاش دارند. این کودکان را مادرشان با 10 لیتر آب جوش آمده سوزانده است. به نقل همین خردسالان مادر بر علاوه آنکه آب جوش را به بدن آنها ریخت اینچنین قصد داشت با بلغه بزند، اما بعد فیغان کودکان همسایه‌ها به دادشان رسیدند. جلال نظروف است که بالای بستر 4 فرزندش می گرید. با سپری شدن 4 روز از زمان وقوع حادثه این پدر حالا هم به آنچه به سر فرزندانش آمده است نمی خواهد باور کند. روز 23 مارس در دهه مرغک ناحیه مومن آباد رخسار حسن و آب جوشان را به سر و روی فرزندانش که در کنج خانه آرامانه بازی می کردند پاشید. همون خرابایی های همون جوگوی که در بالای همون پیچکه موندگیان یک ممکن 40 لیتر آب روینده که همون را همش ریختن سر دان همون گلگور ریخت باید. این طفل 2 ساله خردترین اعضای خانواده است که مورد هجوم مادر مجنون قرار گرفته است. بچه میگه که وقتی که میگه که در سر دانی خواهرم و مثال اپام که آو شبید و چه میگه مویا و عوض کردن ما ترسر رفتم در کوچو که در روی کردم برام میگه این دختر بچه کلونی قدر دختر کلونی یا ایدم شونده ایده برام در دستش ملاتوب در دستش مثال
در بیمارخانه مرکزی ناحیه مومن‌آباد به رادیوی آزادی گفتند که کودکان نابالغ از 15 تا 37% سوختند و حالا برای تبابت آنها تمام چاره ها اندیشیده شده است. روز خلق نسبتاً به روز اول آمدگی با خیلی خیلی حالتشون خوب شده است. خیلی دورو پدرش بشورا خیلی ناموسته پدر کودم امسال بوی با دولت هم نیست نکی دورو را سر وقت آورده ایستن خیلی. رخساره حسنова مادر این کودکان به اعتراف جلال نظروف بیماری روحی داشت، اما سال 2012 هم او را تبابت کردند. تا وقوع این حادثه رفتاری مشکوک از آن ندیدند. فرزند سیمی 6-7 ماه تخمینا کشیده بود. بعدی که دوش خوندن بعد همین کسل هوش داده بود. سوز بود. ایدیگل 9 ساله میگوید مادرش آب چاینک های چایجوشی را اول به سر و روی او و برادرش ریخت. اول در سر کی شپی؟ داوید. بعد در کی کرد گرفت؟ اول از امت میشکت گرفته. بعد جلال نظروف پدر خانواده میگوید تخمینا ساعت 9 صبح همسایه ها به او که در کار بود زنگ زده از حادثه به سر فرزندانش آمده خبر دادند. رخساره 36 ساله مادری که فرزندانش را سوزاند حالا در بیمارستان کسلی های روحی شهر کولاب بستری است. ملیسه منطقه کولاب حادثه را تفتیش دارد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. کنفرانس بین‌المللی توشکند از مذاکرات مستقیم و بدون پیش‌شرطی حکومت افغانستان و طالبان پشتیبانی کرد. این همایش که طول 2 روز در پایتخت ازبکستان ادامه داشت مقامات از افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را گردی هم آورد. خیرمان بخوزاده را میشنویم. دیروز در پایان کنفرانس بین‌المللی توشکند بیش از 20 کشور و سازمان‌های معتبر بین‌المللی از حکومت افغانستان و طالبان دعوت کردند که به خاطر ختم نیزای 16 ساله سر میز مذاکرات مستقیم نشینند. 27 مارس اعلامیه مشترک شرکت کنندگان کنفرانس توشکند نشر شد که در آن تشبث حکومت وحدت ملی در مورد مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرط با طالبان دستگیری یافته است. نشست در پایتخت ازبکستان با اشتراک فعال قدرت‌های جهانی و منطقه امثال ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و پیمان ناتو برگزار شد. تمام جانب‌ها از روند صلح حکومت افغانستان و طالبان پشتیبانی کردند. هیئت چین افغانستان را به شرکت در برنامه‌های بزرگ اقتصادی دعوت کرد. چین افغانستان را به برنامه یک کمربند یک راه دعوت می‌کند. افغانستان کشوری مهم در بنیاد این راه است. چین می‌خواهد با افغانستان و ازبکستان و کشورهای دیگری شریک در این برنامه همکاری عملی و پیوندهای منطقوی را مستحکم نماید. در نشست تاشکند هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر امور خارجه سراج‌الدین اسلف هم شرکت کرد. در سخنرانی خود اسلف گفت که تاجیکستان هیچگاه قانونمندی گروه طالبان را اعتراف نکرده است و از قلمرو این کشور هم به جنگیان سلاح و اسلحه انتقال نمی‌یابد. این اظهارات اسلف در پاسخ به یک گنرال آمریکایی بود که گفته است روسیه همکار طالبان این گروه جنگجو را از قلمرو تاجیکستان با سلاح تامین می‌کند. اسلف گفت توجه ناکافی جامعه جهانی به مشکلات افغانستان باعث در این قلمرو ظهور کردن جنگیان گروه دولت اسلامی شد. با وجود تلاش‌های کشورهای زیاد گروه دولت اسلامی نیروی خود را از دست نداده است، گفت وزیر خارجه تاجیکستان در توشکند. برنامه را ادامه می‌دهیم. بعد از رولچوی جاسوس روس سرگئی скрипал هم اکنون در بریتانیا در فکر تاثیررسانی به سرمایه‌داران نزدیک به کرملین شدند. حالا بعضی پیشنهادهای صدا می‌دهند که باید از این الیت‌های در لندن اموال داشته آشکار کردن سرچشمه‌های مبلغ‌هایشان طلب کرده شود. برای یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. بعد از حمله کیمیایی در سولسبری نظامیان و پلیس بریتانیا با طور فوق‌العاده از احتیاط کار می‌گیرند. حالا وظیفه آنها معین کردن عاملان زهرآلودشوی جاسوس سابق روس سکریپال و دخترش یولیا است. لندن در این قضیه مسکو را متهم می‌کند و مناسبت دو کشور هم در پی اخراج دیپلمات‌های طرفین مرکب شد. سروزیر بریتانیا ترزا می در مورد امکان اندیشیدن چاره‌های قاطع در نسبت سرمایه روسیه که سرچشمه آن روشن است تاکید کرد. ما در آینده از تمام امکانیت‌هایی که قانونگذاری بریتانیا اجازت می‌دهد برای فشار آوردن به جنایتکاران و الیت‌های فسادزده کار می‌بریم. نه به این افراد و نه به پول‌های آنها در کشور ما جای نیست. به هنگام بحث‌ها پارلمان به حکومت پیشنهاد نمود که از قانون به تازگی درباره دارایی‌ها از سرچشمه‌های نامعلوم تصویب شده استفاده کند. این اقدام می‌تواند به اموال بریتانیایی تاجران نزدیک به کرملین را تأثیر گذارد.
طبق این قانون افراد گمانبر در فعالیت غیرقانونی عهدهدار میشوند که سرچشمه‌های مبلغ‌هایشان را آشکار کنند وگرنه این دارایی‌ها مصادره می‌گردد. بخش اصلی کار ما این جستجو و تاثیر به منفعت افراد نزدیک به کرمل و پوتین است تا آنها مجبور شوند و بگویند که ولادیمیر ولادیمیروویچ ما از حد گذراندیم، شاید کمی پستر آییم و به قتل آدمان در بریتانیا خاتمه دهیم. اموال واقع در باغ ساحل تمز از این بحث‌های امروزه یادآوری شد. گفته می شود خانه در این بنا که تیرزه‌هایش به سوی وزارت دفاع باز می شود به معاون اول حکومت روسیه ایگور شووالوف تعلق دارد. ارزش این منزل 16 میلیون دلار حساب شده است. سازمان مبارزه با کورپسیا ترانسپرنسی اینترنشنال از مقامات بریتانیا دعوت نمود که امکانی در نسبت شووالوف استفاده نمودن قانون درباره دارایی‌های از سرچشمه‌های نامعلوم را بررسی نماید. ارزش این خانه تقریبا 76 مرتبه بیشتر از مبلغ درآمد سالانه اعلان نموده او است. اما کار با این محدود نمی شود. نه، ما در انطالیا اموالی را در حدود 940 میلیون فونت پیدا کردیم که طبق معلوماتی به دست آمده روس‌ها آنها را با مبلغ‌های از راه کورپسیا و جنایت به دست آورده خریداری نمودند و ما می‌خواهیم ببینیم که حکومت بریتانیا در این مورد چه اقدام پیش می‌گیرد. اسم یکی از مالکان کلوب فوتبال ارسنال نیز در رابطه با استفاده قانون درباره دارایی‌ها از منبع‌های نامعلوم در بحث پارلمانی ذکر شد. میلیونر ازبک الیشر عثمانوف صاحب 3% سهمیه ارسنال و مالک دو خانه با حشمت در قسمت جنوب و شرقی انگلیس است. در این کلوب به ما مشورت دادند که برای شهر به شرکت عثمانوف USM هولدینگز مراجعت کنیم، اما در آنجا خواهش ما بی پاسخ ماند. سفارت روسیه در لندن نیز به درخواست ما برای صحبت جواب ندادند. نماینده وزارت کارهای خارجی در مسکو با لحن تند وضعیت در بریتانیا را بهاگذاری کرد. ما تهدید و ترس دادن را می‌بینیم. علاوه بر این، تهدیدها به دولت ما، مردم ماست، چون که سخن درباره دهشت‌افکنی در چند سمت می‌رود. طور احساس می‌شود و طور ما و خود من درک می‌کنم این به خاطر درس دادن آدمان است. مبلغ‌ها از روسیه به بریتانیا در سال‌های 90 سرازیر شدند و گفته می‌شود حکومت نیز به خاطر لطمه نزدن به اقتصادیات و معلوم کردن سرچشمه‌های آنها چندان مایل نبودند. در بعضی شرکت‌هایی که در بازار اموال لندن به سرمایه‌گذاری روس کمک می‌رسانند و تشویش افتادند. گزارش کامل 5 دقیقه‌ای راجع به دارایی‌های اولیگارخ‌های روس در لندن در سامانه ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است، اما ما رو می‌بریم به شهر پنجاکند که در آنجا چند لحظه بعد برنامه نوروزی با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان شروع می‌شود. برای اشتراک در این جشن از سمرقند گروه 20 نفره زیایان و فرنگیان تاجیک هم به پنجاکند رفتند. همکاران ما که در محل برگزاری این چهاره‌بینی حضور دارند حالا برای ما و شما درباره فضای شهر معلومات می‌دهند. برگم مولم دار در باقی شماله برگم بخورم شما را دوست دارم هوچ میدان 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 هوچ میدان 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 میدان. پنجاکند فضای ایدانه دارد. در این شهر نوروز جمهوریوی تجلیل کرده می شود. از صبح بروقت انکتر ساعت 7 صبح خوانندگان مکاتب میانه شهر در کنار راههای شهر پنجاکند انتظار رئیس جمهور بودند. همچنین در گوشه های گوناگون شهر یارمارکه فروش محصولات کشاورزی و نمایش هنرهای مردمی برگزار گشته ایستاده است. راهها کلاً بسته هستند و شهر زیر نظارت کارمندان مقامات قدرتی کشور قرار دارد. قرار است شام امروز در ورزشگاه مرکزی شهر پنجاکند نمایش تئاتر نامیده شده با اشتراک رئیس جمهور کشور همچنین مهمانان از تاجیکستان و ولایت سمرقند ازبکستان برگزار شود. امریدین علیموف، مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی، پنجاکند. گزارش مفصل درباره نوروزی شهر پنجاکند به احتمال بیشتر فردا در برنامه پیشنهادی شما می شود. در این برابر ما از همکارانمان امردین علیموف و مولا رجب یوسفی مطلب‌های دیدنی دیگر را از ولایت سوخت به خصوص زندگی مردم منطقه‌های نزد مرزی نیز انتظاریم. به شما خبرگزاری‌های بیشتر رو میتونید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار هر یک شما باشید.